سلام رفقا، تا حالا فکر کردین اگه یه روز صبح بیدار می شدیم و می دیدیم پیتزا اصلا تو تاریخ بشر وجود نداشته چی می شد؟ نه شوخی نمی کنم. اصلا فکر کردن بهش هم دردناکه. امروز قراره بریم تو یه دنیای موازی که توش خبری از اون جعبه های مقوایی گرم با دوست داشتنی نیست. اول از همه کل صنعت پنیر موزارلا احتمالاً ورشکست میشد. میدونستید بخش عظیمی از پنیر تولیدی دنیا فقط روی پیتزاها ذوب میشه. اگه پیتزا نبود، احتمالاً باید با پنیرها تو جاهای دیگه مثل نون سنگک یا ماکارونی خلاقیت‌های عجیب غریب می‌کردیم. بی تعارف پیتزا قهرمان ملی دور همی‌ها، شب زنداداری‌های دانشجویی و تماشای فوتبال. اگه پیتزا نبود ما مجبور بودیم چی بخوریم؟ قرمه سبزی که نمیشه با دست خورد. این یعنی فرهنگ غذایی، فست فود و اشتراکی دنیا کاملا تغییر می‌کرد و احتمالاً الان همه ما متخته ساندویچ‌های سرد بودیم که تهشون همیشه نون خشک میمون تا سوکن نیویورک باشه ولی اسلایس پیتزا تو دست مردم نباشه، یا ایتالیا باشه ولی هیچ کس دور پیتزا مارگاریتا جنب نشه. احتمالاً این کشورها الان به حس کم بوده ابدی داشتن. اصلا پیتزا باعث شد دنیا بفهمه که نون صاف با مخلفات میتونه به اثر هنری باشه. شاگشید پیتزا فقط خمیر و پنیر و سس باشه، اما در واقع پیتزا بهانه‌ای برای با هم بودن. اگه نبود شاید خیلی از قرارهای اول، خیلی از جشن‌های تولد یا خیلی از شب‌نینی‌های رفاقتی اونقدر که باید خوش نمیگذشت. پس دفعه بعد یه تیکه پیتزا دستت گرفتی یادت باشه داری یه تیکه از تاریخ لذت بخشا داری میجویی.